این بچه‌ها داشتین، این بچه‌ها رو بزرگ کردین و قد کشیدن. چقدر تعریف میکنه از شما. سلامت. ازش راضید؟ ما در داریوش دوست داشتنی ما راضید یا نه؟ من که راضیم، خدا پیغمبرم ازش راضی باشه. ایشالله ایشالله. چرا میخندی؟ آخه این گیلانی صحبت میکنه برای جانی ما. سلام ماما، خسته نباشی. سلامت باشی، خیلی ممنون ماما. درش باش حرف بزن دیگه. خوبه ماما. دکتر رفتی راستی؟ جان؟ دکتر رفتی برای چشمت؟ آره رفتم دکتر، دارو فلان داده گفت عمل نمیخواد فعلا. عمل نمیخواد فعلا؟ نه. خب الهی شکر. خب خدا رو شکر. مادرم شما چند سالتونه؟ من؟ بله بله. والا از دروغ نباسی بگم حاج آقا، من نمیدونم خودم. بله حقیقتم بگم. بچه‌ی سوال رو بیشتر کنم، من چی نمیشتم خیلی. نه. چند سال؟ میگه حاج آقا دروغ نمیخوام بگم، من 70 به بالا هستم. مامان من خیلی رو سنش حساس نیست، 78 سالشه. مادرم میشه از اون شیطونیای داروشو واسه ما تعریف کنید میشه؟ مامان جان؟ ایشون میگه از شیطونیای من بعدشون تعریف کنید. میتونی بگی من بچه بودم شیطونی میکنم نمیکنم چه دونم الان شیطونی؟ آره اتفاقا من به 7 بچه یه اتاق زندگی کردم. به 7 بچه یه اتاق زندگی کردم حاج آقا، به جد خدا یه اتاق زندگی. هیچ کس مثل من زندگی نکرده. الان این زمانه که میبینم، این عروسانه میبینم، خدا هزار مرتبه شکر میکنم که خدا همه عزیزان مردم مال خودمان نگاه داره که الان خیلی خیلی خوبه میخوامه. اما من با یک اتاق زندگی کردم، با یک چادر گذاشتم، پاشم نداشتم، بچه هانم رو بزرگ کردم. پاشم نداشتم ماما. خب بس همه رو نمیدی ماما دیگه همه رو نکن. نه این حقیقت، به مرگ خودم، به جد خودم این حقیقت رو داریم میگم. بسه خیلی خوب مادرم، ممنون شما، قربونتون برم. ان شاءالله خدا ساعتتون رو کم نکنه از سر بچه‌هاتون. خیلی ممنون. اگر داریوش الان انقدر دوست داشتنی، اگر انقدر قشنگ به دنیا نگاه میکنه، قشنگ بچه‌ها نگاه میکنه، قدر موقعیتش رو میدونه و من دیدم که این آدم ساعت‌ها به عشق این بچه‌ها. خیلی از جماعت هستن که به این حد که میرسن، به این شأن که میرسن خودشون رو قایم میکنن، اما داریوش عاشقانه بچه‌ها زندگی میکنه. به خاطر لقمه و نون حلالیه که شما سر سفره آوردین، به خاطر زحماتی که شما کشیدین. خیلی راجع به شما و پدرشون صحبت می‌کردیم اول برنامه و امیدوارم که ساعتون بالا سر بچه‌ها باشه. داریوش اون چیزی که دوست داری بعد از این همه سال زندگی کردن کنار مامانت، به دوربین سایمون نگاه کن، واسه مامانت بگو باش خداحافظی کنیم. من دوستش دارم، خودش هم میدونه، عزتش هم کردم، یکی دو روز قبلم عزتش کردم. من دروغ نمیگم، عزت نکردم مامان 2 روز پیش شما رو. نه عزتم نکردم، من اصلا تا حالا ندیدم. نه قبول نمیکنم ولی من عزتش کردم. نه تا حالا داروش ما یک کوچکترین حرف نزده. نه عزت منظورم خدا نگه اینطوری نه، مثلا گفتن مامان این مثلا من فلان چیز، من آخه آبلیمو تو غذا باشه نمیخورم. و این ببین نگاه کن پسر و مادر این حرفا نیست. حتی بس کن دیگه. درسته؟ دست در نکن مامان جان. من شرمندم چون وقتشون کمه، مواظب خودت باش. من برای افطاری خونه نمیرسم چون احتمالاً افطاری اینجا هست. بله خیلی ممنون، دست شما در نکنه. قربون شما برم. خیلی خوشحال شدم صدای شما. خیلی خیلی دعا سلام بریم. حاج آقا تو همینجا میشنوه، دعا سلامت میشنوه. خیلی ممنون، متشکرم. خدا. خیلی خوب. عرض کنم که ما چقدر زمان داریم؟ 7-8 دقیقه زمان داریم. خیلی خوب. عرضم به حضور که داریوش، من یه چیزی خیلی کوتاه بگم. من یه تصویری، یه عکسی از تو دیدم مال زلزله بم بود، خیلی برام جالب بود که کنار قبر یه بچه‌ای نشسته بود. اگه اشتباه نکنم چیزی که من خوندم توی سجاد عباس قلی و دیدم خیلی عجیب غریب شده بودی. قصه این سجاد زلزله بم ما چیه؟ کوتاه سجاد داره، خیلی کوتاه میگم. بچه‌ای بود که هر روز نامه مینوشت و من دوست داشتم تو مسابقه شرکت بکنه. زمانی که زنگ زدم زمانی بود که از دست رفته بود. وقتی رفتیم کرمان، رفتیم بم، بر این شدیم که از طریق حالا اون آدرسی که در اختیار داشتیم بریم پیداش کنیم که متاسفانه نبود. و با همون دست نوشته هاش و با همون نامه هاش من رفتم سر قبر و پلاتویی رو اونجا گفتم که فکر میکنم زیباترین پلاتو توی برنامه‌های تلویزیونی خودم و زندگیم بود، چون واقعا بدون دیکته شده از ذهن من خارج میشد و بر زبان من مینشست. میدونم یادآوریش هم یادآوری خیلی تلخیه اون زلزله. اون زنده است. اون که خودتون میدونید. من اگه چیزی هم بخوام متوسل میشم به روح سجاد. آخه این برام جالبه. یه چیزی بگم شاید باور نکنید. یه نامه آوردن دادن گروه کودک، نامه تا نصفه نوشته شده بوده که دستخط همین دستخط سجاد بود از تو بین آوارها و کسی که این نامه رو پیدا کرده بود نوشته بود که گویا این نامه برای عمو پورعی نوشته شده که ناتمام مانده. چون نوشته بود عمو پورعی فردا صبح
برنامه شما روز جهانی کودک و تلویزیون ما از صبح میشینیم برنامه نگاه میکنیم و چند تا نقطه نمره فرستادن اینجا و من وقتی اون نمره دیدم خوندم مو به تنم سیخ شد. تو چجوری قبلش رو پیدا کردی سجاد؟ اونجا از دوستانی که به عبارتی تو این زمینه کار میکردن، حالا کسانی که مسئول بودن توی حالا بهشت زهرای اونجا میگفتن که زدن تو کامپیوتر زدن اسم دادیم و مشخصات و بعد گفتن که بله چنین اسم ما داریم و رفتیم و خانوادگی اینها اونجا دفن شده بودن و من وقتی اسم مادر رو خوندم چون مادرشون سرکار خانم فاطمه جهانبین بود تو نامه ها می نوشت فهمیدم که درسته. حتما درست بود. من یک کسی دیگه هم دعوت کردم تو برنامه‌ام که من فکر میکنم که در آینده یکی از رقبای اصلی تو خواهد بود و نمیدونم چه اتفاقی میفته. آیا این رفیق این روزهای تو تبدیل میشه به رقیب سرسخت برای تو یا نه؟ ما باید بریم کنار دیگه، جوونا باید بیان دیگه. ببینیم جوون بعدیمون کیه؟ جوون بعدیمون بیاد بالا ببینیمش. ببین یه جوری هم راه میره انگار 400. ماشاءالله بچه خیلی خوب تودار، منظورم بیشتر شکم. حال شما چطوره؟ سلام پسر، خوبی امی؟ حالت خوبه؟ خسته نباشی. چه نفس میزنی تو؟ پلاس خیلی کم بود. پلاس خیلی کم بود؟ چند تا پلاس بشمار؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. اون بری هم داری میشماری؟ آقای محترم چه خبر؟ هیچی سلامتی. خوب هستین شما؟ بله. این سونار رو ببندین لطفا، ما حرف میزنیم خودمون 8% خودمون میشنویم. بله. داریوش جانم میشه اون رقیبه یا نه به نظرت؟ آره امیر پسر خیلی خوبیه. امیر و امیرها که دارن میان همشون خوبه. بله. من تایید کردم. مشکل ندارم با امیرها. من تایید کردم حرفشون. بله. امیر بهترین چیزی که از داریوش فرزیه یا پرنگی خودمون یاد گرفتیم چند وقتی باش کار میکنیم چی بوده؟ بهترین چیزی که یاد گرفتم به کارم خیلی اهمیت دادم. من قبلش به کارت اهمیت نمیدادی؟ نه اهمیت میدادم، یعنی به حدی نبود که ایشون اهمیت میده. نه تو کارش دیگه یه جا یه نکته گفتی زود داریوش عصبی میشه. آره. آره. مثلا چجوری میشه؟ میتونی ببینی چجوری میشه داریوش عصبی شو الان؟ عصبی نمیتونم خب اگر معلوم بشه چجوری میشه؟ اینجوری میشه. فوش ندی یا؟ نه فوش نمیده. نکن دیگه. و مدرسه تو بخون دیگه. با ماشید بری فوتبال بازی کن، همینه دیگه، میاد تو آنته خراب بکنید. فوتبال باید میتونی بازی کنید آخه با این وضعیت؟ آره 3 نفریم، من و سهند و متین، علی هم که نخودیه. علی خودمون معصوم از بعد میره فوتبال بازی میکنید تو زمین. من یه چیزی رو بگم، یه نکته که خیلی مهمه، شاید محل سوال و نکته هم باشه از طرف خیلی‌ها راجع به ارتباط و نوع کاری که داریوش فرزی با امیر محمد دوست داشتنی داره. چند تا نکته خیلی خوب من تو سفری که داشتم دقت می‌کردم اینه که نحوه برخورد حالا داریوش فرزیایی و امیر محمد هم حرف میزنم محترم که شبیه استاد شاگردم هست. یه 5 دقیقه صبر کن، الان نمیتونیم رو آب بیاریم رو آنتن. صندلیمون رو بردن آب رو آنتن بیاریم برنامه رو جمع میکنن. صبر کن چند دقیقه. عرض کنم که نوع برخورد و تعاملش خیلی برخورد خوبیه. من احساس میکنم نه امیر محمد قراره مثل آدم بزرگا حرف بزنه، داریوش میذاره کودکی خودش رو بکنه. نکن برق داره بچه. برق داره میگیرته. همین که خیلی مراعات میکنن در نحوه تعاملشون. چون من خودم به تو گفتم داریوش من نگرانم امیر محمد تو دوران کودکی خودش داره با آدم بزرگها تعامل میکنه، تو برنامه‌هایی که میره این طرف اون طرف. مطمئنی این آدم بزرگ نیست؟ ما بچه‌ای آدم بزرگه. سری داریوش بگو چجوری امیر محمد پیدا کردی؟ خیلی سوال این فقط تسته. یه نفر معرفی کرد، تست ازش گرفتیم، تست داد، الان که داره هرس داد. خیلی خوبه. اول تست داد بعد هرس داد. ولی خوبه. راه افتاد دیگه. امیرم مثل خیلی کسای دیگه استعداد داشت اما این فضا براش مهیا شد، اومد تمرین کرد و دیگه الان الحمدلله توی جایگاهی هستش که بنده قبول نداره. نه خواهش میکنم. شما استاد بنده هستید. خواهش میکنم بس منو دق نده. شما واقعا این جمله که گفتیم بهش اعتقاد دارین که استاد بله. بعد اگر یه اصلا روزی زنده کار نکرده بودم. اگر یه روزی کار شما خیلی بگیره بعد بهت بگن که یه پول بهتری بهت میدیم بی خیال عمو پورنگ شو، میری؟ نه. خب اشتباه میکنی. پول رو بچسب. واقعا نمیری؟ نه. مطمئن تا آخرش وای میسی؟ تا زمانی که عمو پورنگ روی آنتن باشه منم هستم. بعد اگه زیر آنتن باشه چی؟ از راه آنتن بره من هر کد که بهم پیشنهاد بشه میرم، در پشت صحنه ایشون رو میبینم. درش آینده امیر محمد چجوری می‌بینی؟ خیلی خوبه، درس خونه، بچه مؤدبی. امیر محمد من دیدم تو هم خیلی تاکید می‌کنی درسش ها. نه جدا درس خونه، خانواده خوبی هم داره الحمدلله. بعدش هم که امیر محمد مهمترین ویژگیش اینه که واقعا یک مرده.